این سالاد کارتوفله، یه پیش غذای آلمانی خیلی خوشمزه که بیاد روی میز مهمونیتون کلی حرف برای گفتن داره. درست کردنش هم خیلی راحته. نیاز داریم به سیب زمینی تنوری که روغن و نمک و ادویه سیب زمینی، سبزی ایتالیایی با هم دیگه مخلوط میشن و سیب زمینیای تکه شده بهشون آغشته و میرن توی فر تا برشته بشن. برای سسش هم ماست همزده پرچرب و مایونز رو به همراه آب لیموی تازه و خامه و آویشن و فلفل سیاه و نمک و ادویه مخصوص سالاد ترکیب میکنیم و یه سس جذاب درست میکنیم. هات داگ ها رو هم حلقه میکنیم یا توی ایر فرایر یا سرخشون میکنیم و میذاریمشون کنار تا خنک شن. وقتی سیب زمینی و سوسیس کاملا خنک شدن، نوبت ترکیب کردن مواد سالاد. سوسیس و سیب زمینی، خیار شورای حلقه شده، جعفری و شوید و پیازشه و سس جذاب رو اضافه میکنیم و کاملا مخلوط میکنیم. حالا شما یه سالاد خیلی خوشمزه و جذاب دارین که از خوردنش حسابی لذت میبرین. اگه درستش کنی مطمئنم عاشق طعمش میشی. حتما بفرست برای دوستت که همیشه مشکل پیش غذا داره. نوش جونتون.